بچه‌ها الان ساعت 3 صبح ماشین داشت میره، من دست تکون دادم وایساد دندقب گرفت. دمش گرم، چه با معرفت بود. یه صحبت باش بکنیم ببینیم چجوری ماشین رو خریده. آقا خوبی؟ دمت گرم. من فکر نمی‌کردم این موقع ساعت 3 وایسی واقعا. دمت گرم، خیلی با محرمی. آقا من میتونم بپرسم شما چجوری تونستی ماشین رو بخری؟ کار خاصه من کار اجاره خودرو. اکثر ماشینایی که تو بیرونن الان خودشون نیست، همه اجاره ان اکثرا. نه یعنی اکثراشون اجاره ای هم پس. بله. شما میشناسی کسی که ما بخوایم اجاره کنیم؟ من خواهم کارم اجاره خودروه. ایول. 206 تا مازراتی هر چی بخوای ما در خدمت. یعنی ما مازراتی هم بخوام گران کاپریو میتونی بهمون بدی؟ بله با هر توان مالی که دارید. بله. خب ما چجوری میتونیم با شما ارتباط داشته باشیم؟ شماره میدم بهت. پایین این ویدیو داخل کپشن بذار یا نصیری رنت تو گوگل سرچ کنید. دم شما. همه اطلاعات خودرو پس یعنی ما الان نصیری رنتو توی گوگل بزنیم میتونیم تو سایت شما بریم بله، ماشینا رو مشاهده کنیم. حتما. همه جور ماشینی هم پس. بله. 206 تا مازراتی. هر چی خواستید. آقا ممنونتم. من داخل